در این فیلم نشان خواهیم داد که پارالل گیتوی ها می توانند به عنوان همگرا و واگرا لحاظ شوند. این موقعیت را در نظر بگیرید. فرآیند وقتی شروع می شود که قسمت بازاریابی شرکت شما سفارش یک کالا را می گیرد. برای تحویل محصول ضروری است که حسابدار صورت حساب را تنظیم کند و گروه کاری کالا را از انبار برداشت می کند. زمانی که این دو فعالیت کامل شدند، کالا به مشتری داده می شود. شبیه سازی شده این فرآیند را ببینید. در این پروسه صورت حساب بعد از برداشت محصول از انبار تنظیم می شود. این فعالیت ها می توانند به صورت موازی اجرا شوند که در آن نیاز نیست که ابتدا محصول از لیست برداشته شود و سپس صورت حساب تنظیم شود. یک عنصر جدید برای اینکه این دو فعالیت بتوانند به طور موازی با هم کار کنند مورد نیاز است. پارالل گیتوی به عنوان عنصر واگرا استفاده می شود. این گیتوی با یک شکل لوزی همراه با یک مربع داخل آن ظاهر می شود و به شما اجازه می دهد که چند جریان را همزمان کنترل کنید. با استفاده از گیتوی موازی می توان هر دو فعالیت تهیه صورت حساب و برداشت از انبار را به طور همزمان و موازی انجام داد. در این حالت فرآیند تحویل محصول زمانی انجام می شود که هر کدام از این مسیرها کامل شود، گرچه که این روش مورد قبول نیست. ما باید زمانی محصول را تحویل دهیم که هر دو مسیر انجام شود: صدور صورت حساب و برداشت از انبار. برای این منظور ما باید یک گیتوی موازی دیگر که همگرا باشد را بسازیم. این گیتوی به شاخه‌های مختلف این اجازه را می‌دهد که فعالیت‌هایی که قبل از این به شکل موازی انجام می‌شوند با هم ترکیب شده و یک پارچه شوند. نهایتاً ما مدل کامل را داریم. با تشکر از توجه شما به ویزاجی.